خب آخران سوال استاد، وقتی که امام مثلا نماز فرض رو تمام میکند باید دعا را بر شکل جمع گوید، در همین حالت استغفرالله میگه یا که نستغفرالله؟ نه، اونجا وقتی اون در شکل جمع نمیگوید، برای آن که هر یک مقتدی باید اون گپ گوید. وقتی که امام السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت الله گفت، استغفر الله میگوید، از نام خودش به خودش میپرسد. خلقم این مقتدی هایم برای خودش میپرسد، برای این دعای جماعی نیست، این ذکری جماعی این خودش میگوید، فقط برای امام مشروع است که کمتر آوازش بلند برداشته گفت استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال و الاکرام. لیکن مقتدی ها گوین خودشون، برای همین صیغه جمع قطعی نمیگوید. بله. خب تشکر زیاد استاد، جزاک الله خیرا. با این صیغه جمع قطعی نمیگوید، برای اون که این ذکر است، اصلا این دعا نیست. درست است که مثلا 3 مراتب اولش طلب استغفار میپرسد، لیکن اصل این ذکر است. بنابراین این 3 کلمه تابع ذکر است. اللهم انت السلام منک السلام تبارکت یا ذا الجلال و الاکرام، اینا ذکر است. و این چنین لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و الحمد و علی کل شیء قدیر تا آخرش اون ذکر است. و این 3 مراتب استغفار گفتن در قطار ذکر است، اینجا تابع ذکر است، نه تابع دعا. بنابراین این با صیغه جمع نمیگه.